هرچی ورزش میکنی چربی دور نافت آب نمیشه، چون عضله دیپکو رو نمیشناسی. تو قسمت ارضی شکمه و کارش نگهدارنده ستون فقراته و ورزش مخصوص به خودش داره که با ورزش شکمی که انجام میدی فرق داره. اگه مثلا این حرکت رو انجام میدی دیپکورش 0 و 100% دامینگه و اصلا بهت پیشنهاد نمیکنم. به جای این شکمتو منقبض کن، با پاشنه پا حرکت رو بزن. 80% دیپکور، 20% رو پایین شکمت کار میکنه و بسیار عالیه. حتما انجامش بده. اگه این حرکت رو داری انجام میدی 80% رو بالای شکم، 20% رو پایین شکم داری کار میکنی، بازم دیپکور 0 رو اصلا به پیشنهاد نمیکنم. میتونه به جای این حرکت سینگل انجام بدی، شکم منقبض کنی، 20% پایین شکم، 80% دیپکور کار میکنی و بسیار عالیه. اگه این حرکت رو میری 80% روی ساید، 20% رو بالا و پایین شکم کار میکنی، با دیپکور 0 و بهت پیشنهاد نمیکنم. به جای این حرکت میتونی با سمت بیاری کامل بالا نگه داری، شکمتو منقبض کنی، هم رو عضلات کف لگن هم دیپکورت کار کنی و حتی اگه دیاستاز داری عضلات شکم جمع میشه. این سه حرکت عالی، انجام بده.